جمهوری اسلامی یک ویدیو ما پخش کردیم از بنی صدر. توی این ویدیو بنی صدر رئیس جمهور ایران بوده، مورد اعتماد سران نظام جمهوری اسلامی هم بوده اون موقع. دقت کنید، میگه ما به مدارکی دست پیدا کردیم که 32 میلیارد دلار مینیمم، یعنی حرفش که میزنه میگه اسنادی که ما داریم از خانواده شاه 32 میلیارد دلار. ولی وایس آف آمریکا که لجن‌ترین شبکه 10 سال گذشته بود، بعداً اینترنشنال و مناطو اومدن، اون افتاد عقب، بدبخت داشت با موفقیت برای تخریب جامعه ایرانی ها حرکت میکرد. خیانتی که وایس آف آمریکا به جامعه ایرانی کرد هیچ کس نکرد، هیچ کس نمیتونست بکنه، چون مردم ایران به آمریکا اعتماد داشتن. مردم اینا وقتی دیدن من دیگه وارد وایس آف آمریکا نشدم و اینا شک کردن، شکشون شروع شد. چطوری آدمی مثل این اونجا نتونست بره تو وایس آف آمریکا؟ یواش یواش تخریب شد که به یه جایی افتاد که دستمال توالت و دستشویی، انگار یه در وا می‌کنی توش وایس آف آمریکا، دستشویی در می‌بندی. یعنی اینقدر تخریب و اینقدر چیپ شده. قبلا برای خودش ابهتی داشته. تو اون مصاحبه اومد برای اینکه ایرانی‌ها رو خر کنه چی گفت؟ گفتش که شما چقدر از ایران اومدین بیرون پول آوردین؟ رضا پهلوی گفت بگم مادقبی یا با جلسه گوشته بود فراموش کردم. گفت بله. گفت 62 میلیون دلار. کاملا دروغ میگه. 140 میلیون دلار حدوداً فقط پول کش تو اون هواپیما بود که چون شاه در به در بود توی این ور اون ور رفتن و خبرهای جهان داشت میپیچید، هر جایی هم که این شاه فرود میومد اونایی که میخواستن بنزین بزنن و میومدن اونجا کافی بیارن و نمیدونم فلان حرفا و وزرای اون کشورها چمدونای اینا رو پولاشون دزدیدن. 62 میلیون دلار برای این خانواده پول کش فقط تو هواپیما مونده بود. بنی صدر میگه طبق اسنادی که ما داشتیم 32 میلیارد دلار ما سند داشتیم، بقیه‌اش نداشتیم. چرا جمهوری اسلامی برای تخریب رضا پهلوی رو نگفت؟ پس مادر قبس. پس همین الان ببینید داره تبلیغش میکنه. رضا پهلوی به زنش فلان. ما همه مردم نشستن میگن رضا پهلوی زنش فلان. کل دعوا سر زنشه. چرا انگشت اینجا فشار میده تو چشم مردم؟ برای اینکه مردم پاشون که درد میکنه یادشون بره. این میشه تبلیغات. یعنی خانواده پهلوی، بنی صدر میگه ما مدارک رو اعلام کردیم، انگلیس و فرانسه و آلمان و یه سری گروه ها فهمیدن که ما سند داریم، سند و ساواک اصلی برده بود، همه رو سوزونده بودن، بقیه‌اش هم خود جمهوری اسلامی هاشمی رفسنجانی تیمشون تماما سوزونده بودن. ما مطمئن بودن اینا سندی نداریم. وقتی اسناد رو رو کردیم دستشویی کرد انگلیس تو خودش، گفتن حالا باید شاه رو بکشیم. اپستین به قول دوستان اون موقع اپستین قدیم شاه رو کشتن تا این پولهایی که در شرکت‌های دیگه هست دیگه مسکوت بمونه که بین هاشمی و رضا پهلوی تقسیم بشه، یعنی خانواده فرح دیبا. پس جمهوری اسلامی اینا رو میدونسته. این سوال‌های عمیق سوال‌هایی است که شما باید بدونید. این گیرهای اصلی تغییر رژیمه. چرا مگر نمیگن سپاه و بسیج و جناح راست توی باسن روسیان و مگر روسیه با انگلیس و اینا درگیر نیست؟ چرا این اصلا فاش نمیشه؟ چون نیست این موضوع. همه دروغ میگن. همه این شبکه ها، رسانه ها، گروه های سیاسی و کارشناس ها دارن دروغ میگن. چرا؟ چون فرمول قبلش گفتم. اونا فقط میخوان خامنه ای رو بردارن و یک کودتای ساختگی دوباره مهرهاشون که الان تو کشور هستن اونجا بمونن. این تفکرشون.